بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت تمامی شما دوستان عزیز. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. عبدالله رایت هستم. دوستا بنابر تقاضای بعضی از دوستای ما که از پیش من سوال کردن، گفتن که ما میایم بتلاکر خود لاک میکنیم و زمان که او را باز میکنیم ما به خاطر دوباره لاک شدن بتلاکر مجبور هستیم که کامپیوتر خود یک بار ریستارت کنیم که دوباره لاک شود. گفته کدام راه حل دیگه داره که بدون ریستارت کردن کامپیوتر ما این بتلاکر ما لاک شود. و در این آموزش هم من خواستم که میره بر شما ترقیش بگویم که چگونه لاک میشه. ما ایره میخوایم واضح تر در روی وینویر خود کار کنم. میریم روی مای کامپیوتر خود. خب در قسمت شما میبینید که ما یک از درایور خودم ما در قسمت لاک کردیم. اگر بخوایم میره ما باز کنم دبل کلیک میکنیم، در قسمت پسورد خود تایپ میکنیم. خب درایو ما باز شد. حالا به خاطر ای که ای قلف شوه اونا مجبور بودن که یک بار کامپیوتر خود ریستارت کنه تا ای قلف شوه، ولی یک گزینه بهترتر دگام داره که ما بر شما میخوایم معرفی کنم. خب به خاطر لاک کردن ای نیاز است که ما بریم در قسمت CMD روی استارت منیو نوشته کنیم که CMD را بیاین رن از ادمنستریتور بگوین. خب مسیج هم میته در قسمت مسیج یس میگیم. خب بعدا در قسمت فقط 3-4 کلمه کد است که ما و شما باید در قسمت ایره تایپ کنیم. manage -bde فاصله -lock فاصله. در قسمت زمان که فاصله را ایجاد کردیم بیاین در قسمت معرفی کنین که کدام درایو تانه لاک کنه. درست است؟ ما میایم ببینیم که از ما کدام درایو بود. فکر کنم درایو ای بوده. درایو ای است. درست است؟ ما میخوایم که درایو ای ما دوباره لاک شود. پس در قسمت ای را تایپ میکنم و بعد دو نقطه سر به سرم در قسمت قرار میتونم و روی گزینه دکمه انتر کلیک میکنم. در قسمت برام میگه که درایو یا ولیو ای شما همی حالا لاک شده و قفل شده. درست است؟ من میرم ببینم که واقعا قفل شده یا خیر. خب دوستان میبینین ای لاک شده. خب حالا دیگه اگر بخوایم که میره مثلا بار شما لاکش کنین بازش کنین لاکش کنین، یک گزینه بهترتر دیگه هم داریم که فقط با دبل کلیک رویش این لاک شود. نیاز به نوشتن کد هم نیست، اما شما باید از ایره در نوتپد به فایل .bat ذخیره کنین. چگونه؟ در قسمت من نوتپد را تایپ میکنم. خب نوتپد تانه که باز کردین، درست است؟ در قسمت امی کد که شما در CMD تایپ کردین بیاین در اینجا تایپش کنین. manage -bde فاصله -lock بعدا دوباره امو درایو که قرار است لاکش کنین را در قسمت شما تایپ میکنین. بعد امی دو نقطه را هم در قسمت تایپ میکنین. خب حالا برین در ایره ذخیره کنین، نه به فرمت txt، باید به فرمت .bat ذخیره شود. درست است؟ در قسمت میگم که به نام چی ذخیره شود؟ locker.bat. در فرمت txt ما ذخیرش نمیکنیم، به فرمت .bat ذخیره کنیم چون یک فایل اجرایی به شکل یک فایل اجرایی بیاد. درست است؟ بعدا لوکیشن شما خودم دسکتاپ انتخاب میکنم و در قسمت روی گزینه سیو کلیک میکنم تا او ذخیره شود. خب زمانی که ذخیره کردیم من اینا رو کلوز میکنم. خب میرم دوباره روی دسپیسی خود میره دوباره باز میکنم. خب بعد از اینکه باز کردین بیاین روی از یک رایت کلیک کنین، بیاین رن از ادمنستریتور روی یس کلیک کنین. خب حالا میریم ببینیم که لاک شده یا خیر. دوستا قسمی که دیدین دوباره هم لاک شد. پس دیگر نیاز نیست که بریم مدام از CMD استفاده کنیم و او کد را هم بار تایپ کنیم. بیاین شما فقط یک نوتپد باز کنین، بعدا فایل را به اکستنشن .bat ذخیره کنین.